سلام، چطورین بچه؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه تو این ویدیو قرار بهتون بگم چجوری وقتی به سیستم خودتون یا لپتاپ خودتون دسترسی ندارید که بتونید از پلاگین روتوش استفاده کنید یا پلاگین روتوش رو اون سیستم نیست و حتی به اینترنت هم دسترسی نداری که پلاگین روتوش رو دانلود کنید. با یه روش خیلی ساده بتونید تو عرض چند دقیقه عکستون رو روتوش کنید و خروجی بگیرید ازش. حالا یه سری براشون سوال پیش میاد که آیا این روش فقط برای اینه که ما به پلاگین روتوش دسترسی نداریم؟ باید بهتون بگم خیر. چرا؟ چون که بعضی از عکسایی که ترند شده تو فضای مجازی و تو اینستاگرام و یوتیوب میبینید با همین نورای RGB که پشت سر منه گرفته میشه، به عنوان حالا یا کیک میزنن یا به عنوان فیل استفاده میشه. ممکنه پلاگین روتوش نتونه تشخیص بده پوستو، چون یه الگوریتمی داره پلاگین روتوش، اینه که میاد بازه رنگی قرمز تا نارنجی و زرد رو تشخیص میده به عنوان پوست و اون رو روتوش میکنه. حالا در ادامه ویدیو بهتون میگم که چجوری بتونید از این روش استفاده کنید و عکستون رو زیبا و حرفه‌ای تر کنید. بزنید بریم سریع برگردیم که بهتون بگم. دوستای گلم، قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنیم حتما ویدیو قبلی که مربوط به روتوش سریع رو ببینید. لینکش رو و تصویرش رو کنار صفحه براتون میذارم که راحت‌تر پیداش کنید. خب از این لایه یه لایه دیگه درست میکنیم، کلیک راست میکنیم رو قسمت دوپلیکیت لایر. پیش‌فرضش رو عوض نکنید، همین پیش‌فرض بذارید، اوکی کنید. شورکات لایه درست کردن هم میشه کنترل J. میریم رو قسمت فیلتر، آدر، های پس رو میزنیم. اینجا من چون از قبل عددش رو دادم همون 27 رو به من داره نشون میده. شما هم بین 27 تا 30 رو انتخاب کنید و اوکی کنید. دوباره میریم تو قسمت فیلتر، این دفعه بلار، گارشن بلار رو انتخاب میکنیم. اینجا هم همینطور داره 2.5 رو نشون میده چون من از قبل زدم. شما هم بین 2 تا 3 رو انتخاب کنید، اوکی میکنیم. حالا این کارهایی که انجام دادیم رو میایم اینورت میکنیم. میریم رو قسمت ایمیج، رو قسمت ادجاستمنت و اینورت رو میزنیم. جلوش هم داره شورکاتش رو نشون میده، کنترل آی میزنید. حالا میخوایم چون قسمت های از عکس رو روتوش کنیم بعد آنماسکش کنیم. قبل از این میایم مود لایه‌مون رو از حالت نرمال تغییر میدیم و رو حالت ویو لایت میذاریم، کلیک میکنیم. آلت رو بچه رو نگه دارید، ماسک رو بزنید، به صورت خودکار براتون آنماسک میکنیم. اینجا هم میایم قسمت براش رو انتخاب میکنیم. حتما اینجا مطمئن بشید که براشتون سفید و مشکیه، رو سفید و مشکی. این قسمت رو بزنید، این کار رو براتون انجام. حالا قسمت های از عکس رو که میخوایم کلیک میکنیم. مثل نقاشی کشیدن رو بومه بچه ها، با براش به همینجوری برخورد کنید. قسمت هایی که میخوایم صافتر بشه و نرمتر بشه پوستمون این کار رو انجام میدیم. حتی میتونید رو قسمت دیگه از پوست مثل گردن، دستام بزنید که پوستتون یه دست‌تر بشه. و برای بعضی از عکس‌ها حتی میتونید رو بکتون هم بزنید. حالا من روی این عکس هم دارم رو بک میذارم که شما ببینید چجوری میشه. رو قسمت تور لباس عروس هم دارم براتون میزنم که ببینید چجوری چروکا و خطوطا رو داره براتون نرمتر و به اصطلاح عکستون رو رویایی تر میکنه.
من فراموش کردم بهتون بگم اینجا حتما اوپاسیتی براشتون رو انتخاب کنید. من رو 25% میذارم، شما میتونید بین 20 تا 30 بذارید و کارتون رو ادامه بدید. اینجا دیگه کار ما تمام بچه‌ها، روتوشمون انجام شده. حالا برای اینکه من قبل و بعد کار رو بهتون نشون بدم، از لایه قبلی لایه میگیرم و با لایه بالایی مرج میکنم و بهتون نشون میدم. شما لازم نیست این کارهایی که الان در ادامه من دارم انجام میدم و انجام بدم. میبینید که عکسمون چقدر زیبا و رویایی شده و در عرض چند دقیقه بدون نیاز به پلاگین روتوش تونستیم عکسمون رو روتوش کنیم و یک عکس زیبا درست کنیم. مرسی که ما رو تماشا میکنید بچه‌ها. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.